سلام، من بهار حسینی هستم. بریم بر سال 78 که از اون مدل سوال است که تقریبا بچه ها 90% بچه ها تو این سوالا مشکل دارن و درکش نمیتونن بکنن که چرا اینجوری میشه، چرا گزینه درست هیچ وقت نمیتونن بزنن. بریم توضیحش بدیم. خب بچه نکنید توی این سوال گفته شده که فروشنده ای تصمیم گرفت کالای خود رو با 20% سود بفروشه، ولی به دلیل نبودن مشتری بر روی کالا برچسب 20% تخفیف نصب کرد. معلوم کنید در پایین این پایین این معادله اون سود کرد یا ضرر. خب بچه نکنید ما میدونیم که 20% سود بفروشه و 20% سود این چی؟ یعنی اینکه به کل قیمت که در واقع میشه گفت 100% قیمت 20% دیگه اضافه کنه. انگار یعنی چی؟ یعنی مثلا بگیم که 120% قیمت بفروشه، درست؟ 120% قیمت. حالا من چی میگم که حالا از این 120% قیمت کاری که انجام داده 20%شو انگاری کم کرده، درسته؟ یعنی یه جوری گفته که من میخوام 80% این کالایی که بهش قبلا 20% اضافه کرده بودم و بفروشم، درسته؟ اینقدر ازش کم کنم. بعد چیکار کنیم؟ میگم که خب همونطور که باید توضیح دادم، بعد بگم که من 80% 120% رو بخوام یه بار که براتون دقیق تر توضیح بدم. اینه که بچه ها یه کالا داریم که بهش به قیمت اصلیش که 100% قیمته 20% اضافه میکنم، درسته؟ این میشه 120%. حالا من میخوام بیام از این 20% اون قیمت جدیده‌ای که حساب کردم که در واقع همون 120% بود و انگاری ازش کم کنم 20%شو. یه جورایی میتونین بیاین این شکلی حساب کنین که ضرب داره 20% کنین 120%، ولی خب از آخر از کل قیمت کم کنین. یا اینکه میتونین مستقیم بیاین این شکلی حساب کنین که بگین که خب وقتی که من میخوام 20% کم کنم انگار یه جورایی میخوام 80% روش حساب کنم، درسته؟ خب من 80% 120% رو باید حساب کنم. اینها رو باید با هم دیگه ساده کنید، چون که بعد خب ساده کردنش خیلی اگه بخواید ساده نکنید خیلی سخت میشه. من اینجا اینا رو میکنم 12 و 10، اینم میکنم 8 و 10، دوباره ساده میشه. این یکی میشه 4، این میشه 5، اینم میشه 5، اینم میشه 6. از آخر ضرب کنم میشه 24 25. بچه ها 24 25 یک کسریه که کوچیک‌تر از واحده. برای همون قیمت آخر یه جورایی 100% نیست، کامل بخوام به مخرج 100 بدم بهش میشه انگار میشه گفت 96% میشه. پس یعنی که این ضرر کرده، در آخر قیمت کلش 100% نرسیده. حتی قیمت اولیه میتونه 100% بود، الان شده 96%، در واقع ضرر کرده. میشه گزینه 2. اگر که بچه‌ها متوجه نشد یه بار دیگه ویدیو ببینید و یکم راجعش فکر کنید، راجع به این مسئله. و اگه که باز هم نفهمید داخل کامنت برام بزنید که براتون یک مقدار دقیق تر و با جزئیات بیشتر توضیح بدم که دیگه کامل یاد بگیرید، ولی فکر میکنم متوجه شده باشید. مرسی که نگاه کردین، امیدوارم مفید بوده باشه. اگه دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایبتون نره. مرسی، خدافظ.